قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیامبر از جانب خداوند امر میشه، یا رسول الله شأن تو خیلی بالاست، تو بزرگی، کریمی، گران قدری، بزرگواری، خدای بزرگ توی پیامبر را امر کرده. به چی امر شدی یا رسول الله؟ به چی امر شدی یا رسول الله؟ بروی پیام خدا را برای بندگان خدا کنها در مقابل خدا گناه و معصیت میکنن برسن. رسول الله امر شده؟ بله. که چه کار کنه؟ که برای انسانهایی که از خدا فاصله گرفتن اونها را به پیام خدا وصل کنه و پیام پروردگار عالم را برای آنها برساند. این پیام خدا چیست؟ برای کیست؟ برای انسانهای گناهکار. خدا پیام داده، اونم در قرآن. مبلغی پیام محمد رسول الله باید باشه، برسانی پیامه. این پیام چیه؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای بندگان من، خدا میگه خودش، ای بندگان من. خدای بندگان تو اولیای، صلحای، شهدای، انبیای کیایند که نسبتی بندگان را به سوی خود دادی. خدا به گناهکار احترام بگذاره. الله به یک مجرم، به یک ناسپاس احترام میکنه. شان خدا. آیا مجرم خجالت نمیکشد که خدا با اون همه عظمت و بزرگواری احترام یک مجرم را کرده؟ من نمیگویم، کلام خدای تبارک و تعالی هست. رسول الله خطاب خدا را برای بندگان من برسان، برایشان بگو که خدا به انتظار شما است. لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خدا ناامید نشوید. دروازه خدا باز هست به استقبال گناهکاران و مجرمین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خدا میبخشه. خودت پیش ما گناهکارا میایی. چقدر ما انسانهای ناسپاسی. ان الانسان لربه لکنود. انسان در مقابل خدا خیلی ناسپاسه. واضح‌تر بگم، انسان خیلی نامرده. پاس و نعمت‌های پروردگار عالم را ندارد. شکرگزار نعم ذات الله سبحانه و تعالی نیست. اما او خدا دنبال بندگان میگردد. خدا دریای بحثی از صلحا و شهدا و انبیا و عابدین و زاهدین نیست. بحث از گناهکارا و معصیتکارا است. بحثی از انسانهایی که خدای خود را فراموش کردند، در وادی دلالت و گمراهی قرار دارند و قدم گذاشتند. خدا به اونها خطاب میکند. خدا به این مجرم چی نیاز داره؟ خدا به این کسی که شراب می نوشه چی نیاز داره؟ خدا به این کسی که زنا میکنه چی نیاز داره؟ خدا به این کسی که قتل میکنه، سود میخوره و انواع و اقسام گناه ها را مرتکب میشود، خدا چی نیاز داره؟ اما خدا به سوی تو پیام میفرستد، چون خدا بندگان خود خیلی دوست دارد. ان الله شاکر علیم. الله اکبر. من میخواهم در رابطه به خشم خدا و غضب خدا صحبت بکنم، ولی هرچی آیات قرآن رو نگاه میکنم این چیزها به ذهن و فکر من میآید، چون رحمتی وسعت کل شیء. رحمت خدا همه چیز را فرا گرفته. ان الله شاکر علیم. خدا از تو تشکری میکند. الله از تو تشکری میکند خواهر، جوان، برادر مسلمان.
خدا از ما تشکری میکند. من که عمرم در گناه و معصیت پا گذاشتم به یک توبه کردن، خدا از ما تشکری میکند. ان الله شاکر علیم. خدا خودش میگه یکی از صفات خدا شاکره. شاکر یعنی سپاسگزار، تشکری کننده. خدا از تو تشکری میکند. به خاطر چی الله سبحانه و تعالی از ما تشکری میکند؟ به خاطری که خود را از جهنم خدا نجات دادی. خدا میگه مجرم تشکر است تو که خودت را از جهنم نجات دادی. خدا از ما تشکری میکند. انسانی باشه قلبش از سنگ باشه باید بلرزد. خدا تو از ما، خدا از مجرم تشکری میکند وقتی که بازگردد به سوی پروردگار عالم. ان الله شاکر علیم. من میخواستم راجع به گناه و معصیت که منجر به خشم و غضب خدا میشود صحبت کنم، اما رحمت خدا آمد جلوه چشمانم. رحمتی وسعت کل شیء. قلم به دست نباشیم ما یکی دوزخی کنیم یکی بهشتی کنیم، کار ما نیست. خدا مال همه هست. خدای مجرم و مسلمان و متقی و پرهیزگاره. خدا خدای همه هست. بندگان جز خدا کسی را ندارن. حتی اندیشمندان و فقها میگویند آیا جواز داره که بگیم خدا دعای کافر را هم قبول میکند؟ آیا جواز داره که بگیم اگر کافرم مظلوم قرار بگیره، کافر که کافر یک دفعه بگه خدای جهان، آیا خدا دعای کافر را هم قبول میکند مظلوم قرار گرفته؟ کتلی از اندیشمندان و فقهای اسلامی میگن بله، خدا اگر کافر که کافرم باشه مظلوم قرار بگیره، خدا رو بگه خدا در دنیا به سراغش میرسد. چی بگیم؟ حالا ما چنین خدای مهربانی داریم، آیا شرم نیست بر ما انسان ها که آنقدر ناسپاس باشیم دنبال گناه و معصیت، دنبال شهوت رانی، دنبال زنا، دنبال فساد، دنبال معصیت، دنبال گناه و معصیت بگردیم؟ خدای خود را رها بکنیم. خدا دست دوستی برای ما داده، بگیم خدا من دست دوستی تو نمیخواهم. از کی میخواهی؟ از شیطانی که تو رو به جهنم وصل میکنه.